عبدالحکیم 10 سال باز تمرین میکند. این بار امید داشت با چمپیونات جهان اوید با وزنه‌برداری در شهر اشخاباد پایتخت ترکمنستان راه می‌یابد. نشد. خیلی دردآور است. ما رئیس از این جمله که رئیس فدراسیون با ما کمک نمی‌کنه و مثلا دستگیری نمی‌کنه اینجا. از روز 1 نوامبر سبقت‌ها در اشخاباد آغاز یافتند. 800 ورزشگر از تمام دنیا برای قوه‌آزمایی به این شهر آمدند. غالبان این قهرمانی با بازی‌های المپیک توکیو 2020 راه خط می‌گیرند. وزنه‌برداران تاجیک میگویند یک ماه پیش صاحبکار برای تمرین آنها تالاری ورزشی ساخت و برای سبقت‌ها آماده می‌شوند. همه روزه مشق پرمسئول کار برای این باید که ورزشگر دویمو در جامعه تعلیم مشقی باشد، دستگیری بلند خوب یابد که با مسابقه بین المللی چمپیون جهان یا چمپیونات آسیا باشد تیاری بینند. در فدراسیای وزنه‌برداری گفتند ورزشگران تاجیک برای اشتراک در چمپیونات جهان آماده نبودند. از این رو شرم داشته به آنجا نرفتند. با قول آنها در این حالت با پول دولت رفتن عیب است. برعکس ورزشگران میگویند تلاش آنها برای رفتن به چمپیونات بود. میبایست فدراسیون از قبل برای آماده کردن آنها میکوشید. آرزوی همه ورزشگر همین است که در هر یک مسابقه مثلا تیاری بینم و اشتراک نه جا هم نگیریم. مهم این اشتراک کردن ورزشگر در مسابقه میباشد. باباخان سنگوف سرمربی منتخب وزنه‌برداری تاجیکستان است. او میگوید برای آماده شدن ورزشگر شرایط بهتر لازم است که آن را نداشتند. وقتی که رفته اشتراک میکنید با هر یک ورزشگر تخمینا یک دامنه $1000 از خود میشود صرف میشود. این پول بیهوده از خود کردن من نخواستم که خوبترش باز نقصتر مشق کنیم که با سالهای آینده در مسابقه آسیایی و جهانی خوبتر برآمد کنیم. تیم تاجیکستان تا حال از جای 20 بالاتر دستاورد نشان نداده است. مسئولین محض با همین دلیل تلاش رفتن وزنه‌برداران را به سبقت بین المللی بیهوده می‌حسابند. ورزشگران به این راضی نیستند. که ما باید در مسابقه اشتراک کنیم. چشم ورزشگر در مسابقه مثلا گشوده می‌شود. جهان بینی خیلی خوب می‌شود. کارشناسان میگویند وزنه‌برداری در تاجیکستان به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. توجه جوانان به نوع‌های غیر المپی این ورزش بیشتر می‌شود. در تاجیکستان یک چند ده سال پیش وزنه‌برداری رشد کرده ورزشگران دستاوردهای خوب داشتند.